مصرف کننده نباید توی خرید ماینر تعلل کنه تو هر قیمت. یعنی چی؟ جان من یه لایک و ذخیره بکن، آمار پیجمون خیلی پایینه، کم بیاد برای توضیح میدم برات. فرض کن میخوای ماشین بخری، مثلا یه 206 میخوای بخری، بهت میگن 3 ماه دیگه قیمتش 10 تومن ریزش میکنه. ارزش داره خدا وکیلی، این 3 ماه باید 10 تومن پول تاکسی بدی رفت و آمد کنی. ماینر هم تقریبا همینه. ببین الان قیمت بیت کوین هولوش $28000، دیروز 26000 بود، 10 روز قبل $30000 بود. نهایت قیمت فرضاً یه ام سی به نسبت اون موقع که یه ماه قبل $30000 بود 3-4 تومن اومده پایین. اون موقع میگرفتی تا الان چی داشتی؟ یه دستگاه رو میخریدی، ولی تا الان که یه ماه گذشته در 12 تومن بهت درآمد میداد. 3-4 تومن اختلاف دستگاه رو ول کن، 7-8 تومن رو سود بودی دیگه. غیر اینه میخوای چیکار؟ میخوای چقدر بیاد پایین قیمت ماینر؟ برنده اونی که ببین نزدیک هاوینگ 7-8 ماه بیشتر نمونده به هاوینگ. برنده اونی که با تمام قدرتی که میتونه بیاد پردازش کنه، بیاد استخراج بکنه، بیت کوین رو نگه داره، بعد که قیمت ترکید بفروشه. نگید نگفتی. خیلی ها گوش کردن الان برندن مال 3-4 سال پیشو. لطفا زیر این پست برام کامنت بذارن اونایی که به تجربه‌ای که بهشون گفتم عمل کردن، الان چه راضی‌ان چه راضی نیستن. ول کن اینقدر قیمت میخوای چقدر بیاد پایین؟ این 3-4 تومنه مشتری داشتم میگفت ماینر M21 رو قیمت 40 تومن، قیمتش بالاست، بیا زیر 35 تومن 3 تا میخرم. اومد زیر 35 تومن 3-4 ماه بعد اون حرفی که زد، خب خرید 5 تومن تفاوت قیمت. همون لحظه که خرید بهش گفتم فکر میکنی الان 15 تومن که 3 تا دست رو 5 تومن زودتر خریدی سود کردی، ولی خیلی 40-50 تومن ضرر کردی. چرا؟ اون موقع میخرید هر دستگاهش هر ماه 5-6 تومن درآمد داشت. اوکی، 3 تا دستگاه توی 4 ماه میشه چقدر؟ هر دستگاه ماهی 15 تومن حداقل میشد 45 تومن. 15 تومن ارزون‌تر خریده، اون 30 تومن الان کجاست؟ اون 30 تومن میتونست تو کیف پول تو باشه اگه سر وقت دستگاه رو می‌خریدی. دیگه من بعضی چیزا رو که میگم تک و توک میان میگه برو بابا تو فقط میخوای خودت بفروشی. آقا از من نخر، ولی بخر استفاده کن اگه شرایطشو داری. دیگه عجیب غریب نباشید. گلون جر خورد. ماینر شرایط رو داری بخر، روشن کن، استفاده کن. 2 سال دیگه بگو دمت گرم که راهنمایی کردی. میگی خدا وکیلی اون موقع میگی. ارادت دارم. پرچون برکت بشید.